در مورد درس کارآموزی یا کارورزی صحبت کنم، چون که خب امروز روز اول انتخاب واحد ترم تابستون مهندسی پزشکی هست. گفتم که بیایم در این مورد صحبت کنیم و ببینیم مثلا روندش چجوریه، باید چی کار بکنیم و چجوری باید این درس رو بگذرونیم. همراه من باشید امروز بریم با هم بررسی کنیم ببینیم چی هستش. خب درس کارآموزی یا کارورزی اول از همه این دوتا با هم دیگه برابرن و هیچ فرقی با هم دیگه ندارن و دومین نکته که باید بهش توجه کنیم اینه که تمام نکته هایی که من امروز توی ویدیو میگم فقط مخصوص دانشگاه آزاد اسلامی مشهد هستش و هیچ دانشگاه دیگه رو شامل نمیشه، پس این نکته رو توجه کنیم. شرایطی که گروه مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد برای این درس تعریف کرده اینجوریه که شما باید 70 واحد رو گذرونده باشین تا بتونید این درس رو بردارید. معمولا این درس رو در آخرین ترم تابستونی تحصیلیتون بردارین بهتره، چون که خب کارآموزی باید تمام اون دروسی که در طول تحصیلتون گذروندین به صورت تئوری رو به صورت عملی در بازار کار اجراش کنین و خب با این کار میتونید با فضای کار، محیط کار آشنا بشید. پس بهتره که آخرین ترم تابستونیتون بردارید و چون که خب هم دروس بیشتری رو گذروندین و هم علمتون بیشتره و هم وقت کافی دارید. خب حالا شاید یک سوالی براتون پیش بیاد که من شاید بخوام ترم مهر یا بهمن بردارم، نمیخوام اصلا ترم تابستونی بردارم، باید چی کار کنم؟ یه نکته که باید حتما این وسط بهتون بگیم اینه که فقط برای این ترم‌های مهر و بهمن میتونین 16 واحد بردارید و این خب قانونشه و شما نمیتونید بیا بیشتر از 16 واحد درس رو بردارید و خب چون درست یک واحد این درس کارآموزی، ولی خب چون که یک سری کارهای بیشتری داره اونها فقط باید 16 واحد بردارید. خب حالا برای کارآموزی باید کجاها رو انتخاب کنیم؟ برای کارآموزی باید مراکزی رو انتخاب کنیم که رشته کاریشون مربوط به مهندسی پزشکی باشه، مثل شرکت‌های تجهیزات پزشکی، مثل کارخونه‌های تجهیزات پزشکی و مراکز تحقیقاتی و بیمارستان‌ها که اینها مربوط به مهندسی پزشکی باشن و شما در این مراکز کارآموزی خودتون رو بگذارید. حالا طبق این روندی که باید بریم، خود گروه مهندسی پزشکی یک لیستی از این مراکز به شما اعلام میکنن. شما میتونید طبق این لیست برید مراجعه کنید و کارآموزی خودتون رو در این مراکز بگذارید. و همچنین اگه خواستین یک جایی رو که مورد تایید خودتون بود و از قبل میشناختین و طبق اون چیزهایی که گروه مهندسی پزشکی نبود برید، حتما باید قبلش با گروه مهندسی پزشکی هماهنگ کنید تا بررسی‌های لازمه رو انجام بدن و شما برید اونجا کارآموزیتون رو بگذرونید. خب حالا روند کارآموزی رو با هم بررسی کنیم، ببینیم مثلا باید چیکار بکنیم، کارهای اداری چجوریه، کجا باید مراجعه کنیم. همه اینها رو الان با هم بررسی می‌کنیم و تمام نکاتش رو باید توجه کنیم. اولین نکته‌ای که باید توجه کنیم اینه که شما اول باید از اون محلی که می‌خواین کارآموزی رو در اون شروع کنیم مطمئن بشین و ببینید حتما ظرفیت داشته باشن، پر نشده باشه. بعد به دانشگاه مراجعه کنید و به دفتر فنی و انتشارات روبروی دانشگاه هستش مراجعه کنید و فرم‌های مخصوص کارآموزی رو تهیه کنید و تمام اطلاعات و مشخصات اون شرکت یا محلی که می‌خواید درش به کارآموزی مشغول بشین رو تمام اطلاعاتش رو در اون فرم‌ها یادداشت کنید و پر کنید. بعد از اینکه اون فرم‌ها رو گرفتیم و پر کردیم، گروه مهندسی پزشکی مراجعه می‌کنین و مدیر گروه زیرش رو امضا می‌کنن و بعد که امضا کردن شما به کارشناس گروه مراجعه می‌کنید. کارشناس گروه اون فرم رو می‌بینن، بررسی می‌کنن، تاییدش می‌کنن و بعد که تایید شد استاد راهنمای شما رو برای کارآموزی مشخص می‌کنن که یکی از اعضای هیئت علمی گرایشی هستش که شما درش مشغول به تحصیل هستید. بعد که این روند انجام شد شما باید به اون شرکتی که قرار هست درش مشغول به کارآموزی بشین مراجعه کنید و این فرم ها رو تحویل اون شرکت بدین و کارآموزی خودتون رو شروع کنید.
بعد از اینکه شما در اون شرکت مشغول به کارآموزی شدید، باید تمام گزارش‌های کارتون رو در فرم‌های هفتگی و ماهانه یادداشت کنین و با استاد راهنماتون در جریان بذارین. مثلا من گرایشم بالینیه، میخوام این درس کارآموزی رو بردارم. اول از همه میرم اون شرکت، میرم شرکت مثلا بیراکو. در شرکت بیراکو اون فرم‌هامو نشون میدم و تایید میگیرم و مشغول به کارآموزی میشم. بعد از اینکه مشغول به کارآموزی شدم، تمام کارها و فعالیت‌هایی که داشتم رو در فرم‌های هفتگی و ماهانه یادداشت میکنم. بعد اون فرم‌ها رو تحویل استاد راهنما میدم. کلاً کارآموزی 192 ساعته طول دورش و کلاً اگه با 8 ساعت در نظر بگیریم در طول روز، میشه 24 روز، کمتر از یک ماه هستش. بعدش شما وقتی که در یک شرکتی مشغول به کارآموزی هستین، از طرف دانشگاه به صورت رندوم در این روزها یک نفر به اون شرکت مراجعه میکنه و تمام فعالیتاتون رو و کارهایی که کردین رو از اون شرکت بررسی میکنن و چک میشه. و همچنین استاد راهنماتون هم یک روز در این روزهایی که شما در اون شرکت هستین به اون شرکت مراجعه میکنن و فعالیتتون رو بررسی میکنن. این بود تمام روندی که شما در طول کارآموزی باید بهش توجه کنید. خب وقتی که حالا این روند رو انجام دادین و سپری کردین، تمام این فرم هایی که داخلش گزارش کارهاتون یادداشت کردین، فعالیتاتون رو نوشتین، به استاد راهنماتون ارائه میدین. استاد راهنماتون بررسی میکنن، نمره‌اش رو لحاظ میکنن و بعد براتون ایمیل میکنن و امضاش میکنن. بعد از اینکه اون امضا رو گرفتین، نمره رو قبول شدین، به اداره ثبت نام مراجعه میکنین و اداره ثبت نام اون درس رو براتون ثبت میکنه و ثبت میشه که شما این درس رو گذروندید. این بود تمام مراحلی که شما باید در کارآموزی انجام بدین و سپری کنید تا بتونید این درس یک واحدی رو بگذرونید. با اینکه یک واحده، ولی خب خیلی ارزشمنده و در آینده کارتون خیلی تاثیر داره. ولی خب یک سری کارهای اداریش هم داره که مثل 15 واحدی که همیشه برمی‌داریم، کار اداری زیاد داره. مرسی که در این ویدیو همراه من بودید. خوشحال میشیم نظرتون برامون بنویسین. اگر دوست داشتین پست رو لایک کنین و اگر سوالی دارین در همینجا در کانال ما یا در اینستاگرام از ما بپرسین. مرسی که همراهمون